فیلم ما با گورن شروع میشه که توی طبقه 48م حفره است. حفره یه زندانه که به صورت عمودی ساخته شده و توی هر طبقه 2 نفر زندانی هن که از باقی مونده غذاهای افراد بالاترشون استفاده میکنن. و جالب اینجاست که خودشون داوطلبانه اومدن توی این حفره. هر فردی میتونه یه چیزی با خودش بیاره توی حفره. گورن با خودش یه کتاب آورده، ولی هم طبقه ایش با خودش یه چاقو آورده. و حقیقتا فکر نمی کنم که حفره جای مناسبی باشه برای فردی که کتاب دوست داره. همین اول ویدیو میگم که حتما ساب و لایک ویدیو رو فراموش نکنید، چون به من انگیزه به شدت زیادی میده. و راستی پوفیله ها که یادتون نرفته. همونطور که گفتم فیلم ما با گورن شروع میشه که یه هم طبقه ای داره به نام تیریماگاسی. اونها در حال صحبت کردنن که یه چراغ قرمز خاموش میشه و چراغ سبز روشن میشه. یه میز پر از تهمونده غذا میاد پایین و در واقع این غذاها تهمونده غذای همه 47 طبقه بالان، یا به عبارت دیگه‌ای 94 نفر بالاتر از این غذا خوردن. گورن که روز اولش اومده توی حفره چیزی از میز غذایی که جلوشونه نمیخوره، ولی تیریماگاسی چون که چند ماه اینجاست و از همه چیز با خبره، با اشتیاق فراوون شروع میکنه به خوردن. گورن برای اینکه بعداً احتمال داره گشنش بشه یه دونه سیب بر میداره و میز میره برای طبقه 49 و طبقه 48 یا همون طبقه گورن گرم و گرمتر میشه، چون که فقط زمانی میتونه غذا بخوری که میز توی طبقت باشه. این طبقات طوری طراحی شدن که اگر کسی چیزی برای بعد نگه داشت، یا انقدر گرم بشه که بسوزن، یا اینکه انقدر سرد بشه که یخ بزنن. فرداش گورن به تیریماگاسی میگه که من اینجام که در ازای 6 ماه زنده موندنم توی این حفره یه مدرک دانشگاهی بهم بدن. تیریماگاسی هم میگه که من برای اینکه با پرت کردن تلویزیونم به بیرون از خونه یا افتادنش روی سر یه نفر باعث مرگ شدم اینجام. اونا به هم گفتن که یا باید بری بیمارستان روانی یا اینکه 1 سال توی این حفره زنده بمونی. و این حفره هم بیشتر از 132 طبقه است. و میگم 132 طبقه چون من خودم اونجا بودم. تازه طبقات بیشتری هم زیر ما بود. گورن میگه چقدر غذا به اونجا میرسه؟ تیریماگاسی میگه هیچی. گورن هم میگه که پس چجوری اونجا زنده موندی؟ از اونجایی که همراه خودت چاقو آوردی مشخصه که هم طبقه رو کشتی و خوردیش. تیریماگاسی هم با آرامش خاصی که داره میگه که نه، من کسی رو نکشتم، هم طبقه این دورش تموم شد و الان اون بیرونه و داره با مدرک تحصیلیش حال میکنه. و دلیل اینکه زنده موندیم هم اینه که وقتی میز توی طبقه ما بود یه جسد افتاد روش و ما هم اونو کشیدیمش کنار و خوردیمش. بعد از صحبتشون میز غذا میاد پایین و یه زن روش نشسته. این زن بینام و نشون میره پایین تا اینکه بچه‌شو پیدا بکنه و هر ماه هم طبقه ایش رو میکشه برای اینکه شاید ماه بعد با بچه‌ش هم طبقه ای بشه. گورن کم کم با شرایط سازگاری پیدا میکنه و مثل تیریماگاسی از باقی مونده غذای بیش از 90 نفر میخوره و میخوابه تا آخر ماه. و در شب آخر ماه اونها رو با گاز بیهوش میکنن تا به طبقه جدید منتقلشون کنن. گورن وقتی به هوش میاد میبینه که توسط تیریماگاسی بسته شده و هیچ تکونی نمیتونه بخوره. دلیلش هم اینه که الان اونا توی طبقه 171 تیریماگاسی هم پیش دستی کرده و گورن رو بسته، چون که وقتی گشنشون بشه گورن هم جوانتره و هم قوی‌تر، پس میتونه تیریماگاسی رو بخوره. اون هم دستاشو بسته تا بعد از هفته اول اندک اندک با چاقویی که داره از گورن بخوره. میز غذا میاد پایین و میبینن که خالیه. 7 روز بدون غذا میگذره و وقت خوردن گورن فرا میرسه. تیریماگاسی کارشو شروع میکنه و گورن شروع میکنه به داد و هوار که میز غذای خالی به طبقشون میرسه. و اتفاقی اون زنه که دنبال بچهش میگرده هم روشه. اون زن وقتی شرایط گورن رو میبینه به کمکش میاد و میزنه تیریماگاسی رو زخمی میکنه. وقتی که گورن رو باز کرد چاقو رو بهش میده و گورن خودش کار تیریماگاسی رو تموم میکنه و تمام 1 ماه آینده رو از اون میخوره. وقتی به آخر ماه میرسه دوباره با گاز بیهوششون میکنن و به طبقه جدید برده میشن.
وقتی گورن از خواب بلند میشه میبینه که با یه زنه به اسم ایموگیری هم اتاقی شده و اون سگش رو با خودش آورده توی حفره و وقتی به دیوار نگاه میکنه میبینه که توی طبقه 33. وقتی ایموگیری گورن رو به اسم صدا میکنه، گورن ازش میپرسه که تو اسم منو از کجا میدونی؟ و یادش میاد که اون دقیقاً همون فردیه که ازش مصاحبه گرفته که بیاد توی حفره و از کارکنای همون جا بوده. ایموگیری میگه که اینجا 200 طبقه است و گورن هم میگه که خب غذا به اندازه 200 طبقه نیست. بهش جواب میده که اگر هر فردی به اندازه خودش بخوره بدون شک هیچ کس گرسنه نمیمونه. دقیقاً مثل توی جامعه اون بیرون. میز غذاشون میاد پایین و زنه علاوه بر این که غذاشو میخوره 2 جیره غذایی برای طبقه پایین میذاره. و وقتی که میز میره پایین ازشون میخواد که فقط به جیره خودشون اکتفا بکنن و برای طبقه بعدی هم 2 جیره بذارن کنار، ولی اونها به حرفاشون توجهی نمیکنن. فرداش دوباره همین کار رو انجام میده و براشون 2 جیره میذاره کنار و بهشون میگه که خواهشاً همون مقداری که براتون گذاشتم کنار بخورید. باور کنید باهاش زنده میمونید و به این کارتون طبقات بعدی زنده میمونن و میشه به همه طبقات غذا رسوند. ولی باز هم به حرفاش گوش نمیدن. این اتفاق روزهای متوالی ادامه پیدا میکنه تا اینکه یه روز اون زنی که روی میز غذا میشست و دنبال بچهش میگشت بیمار و بیهوش میاد پایین. گورن و ایموگیری نجاتش میدن و وقتی شب میشه همه میخوابن، ولی اون زن از جاش بلند میشه و سگ ایموگیری رو میکشه و میخورتش. و فرداش باز دوباره سوار میز میکننش و میره که دنبال بچهش بگرده. وقتی میره ایموگیری میگه که اون زن لعنتی هیچ بچه‌ای نداره و تک و تنها اومده توی این حفره. زمان میگذره تا اینکه میرسن به آخر ماه. بیهوششون میکنن و به طبقه جدید منتقلشون میکنن. وقتی گورن به هوش میاد میبینه که بله، ایموگیری بعد از اینکه دیده توی طبقه 202 خودشو دار زده تا اینکه گورن بتونه از بدنش تغذیه بکنه و 1 ماه دیگه هم زنده بمونه. ارتا شده گورن اون ماه رو سپری میکنه و توی ماه بعد گورن با یه سیاه‌پوست به نام بهارات هم طبقه ای میشه. اون هم توی طبقه 6. وقتی شب میشه گورن بهش میگه که نظرت چیه که وقتی غذا اومد پایین سوارش بشیم و به افراد پایینتر به همون مقداری که نیازشونه غذا بدیم. اینجوری میتونیم به همه طبقات غذا برسونیم. اگه به مشکلی خوردیم هم میتونیم دوباره سوار همین میز بشیم و برگردیم بالا. اونها روز بعدش با 2 نبشی توی دستشون که از تخت کندن میرن روی میز و به طبقات پایینتر از 50 غذا میدن، چون که افراد بالاتر از 50 به خوبی غذا خوردن و اگه یه روز چیزی نخورن اتفاقی براشون نمیفته. توی یکی از طبقات که دارن با عربده زنی افراد اون طبقه رو از خوردن باز میدارن، یه مرد ویلچری رو میبینن که بهشون میگه که شما به جای اینکه با عربده زنی این کارو بکنی میتونی افراد رو قانع بکنی. به جز اون چجوری میخوای صداتون رو به مدیریت برسونی؟ طبقه 0 اونجا جاییه که باید صداتون رو برسونی و این کار رو میتونید با سالم رسوندن یه غذا انجام بدین. اونها هم قبول میکنن و یه پاناکوتا رو باقی میذارن که بمونه. وقتی به طبقات بالای 50 میرسن شروع میکنن به غذا دادن به افراد. وقتی به یکی از طبقات میرسن میبینن که اونها دارن اون زنی که دنبال بچهش میگشت رو میکشن و اونها هم درگیر میشن و با اینکه زخمی میشن و اون افراد رو لطه پار میکنن ولی نمیتونن اون زن رو نجات بدن. بعد با تن زخمی و شمشیر سامورایی افراد اون طبقه دوباره سوار میز میشن و میرن پایین‌تر. هرچی پایین‌تر میرن میبینن که اوضاع وخیم‌تر و وخیم‌تر میشه. افرادی رو میبینن که به هر نحوی شده خودکشی کردن تا اینکه میرسن به طبقه 333 و بچه اون زن رو میبینن و میرن که نجاتش بدن، ولی میز حرکت میکنه و میره پایین و اونها به همراه پاناکوتاشون جا میمونن. ولی وقتی پاناکوتا دستشون مونده طبقهشون نه سرد میشه و نه گرم. به طرز عجیبی تصمیم میگیرن که اون پاناکوتا رو به اون بچه گرسنه بدن که بخوره و از خود اون بچه برای نشونه و پیامی که قرار بود برای مدیریت بفرستن استفاده بکنن. وقتی شب میشه بهارات با شمشیر سامورایی خودکشی میکنه و صبح فرداش وقتی که میز به طبقه 333 میرسه گورن و اون بچه سوارش میشن
وقتی منتظرن که میز برگرده به طبقه 0، گورن توی توهماتش تیریماگاسی رو میبینه و اون بهش میگه که کارت دیگه اینجا تموم میشه. گورن میگه که من حامل پیامم و باید باهاش برگردم بالا، ولی تیریماگاسی میگه که پیام نیازی به حامل نداره و دختره رو تک و تنها میفرستنش بالا تا پیام رو به مدیریت رسونده باشن. این ویدیویی که الان بهت پیشنهاد میدم شبیه همینیه که الان دیدی و اینها هم ویدیوهایی هن که مخصوص تو هن. توی اون فیلم ها هم مهمون ما باش.